بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام خواهرانی که در درس تفسیر اشتراک دارید. امروز سوره که همراه شما ان شاء الله تفسیر میکنیم سوره طارق می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الله میگه و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. الله قسم میخورد به آسمان، قسم به آسمان و قسم به طارق میگوید، یعنی قسم به آسمان و قسم به طارق. طارق این چی هست؟ وقتی سوال میدهیم در دومش الله میگوید و ما ادراک ما الطارق، و تو چی میدانی که طارق چیست؟ وی النجم الثاقب، ستاره هست که روشن میکند یا ستاره هست که نورافشان است. درباره همین کلمه طارق در زبان عربی خواهرها هر کسی که آمده در شما را میزنند، در شما را میکوبند، تق تق میکنند، طارق میگویند، طارق میگویند. و بعضی از علمای معاصر میگویند در حقیقت در آسمان ستاره هست و به نزدیکی کشف شد که وی همون گونه که در رو تق تق میزنه صدای تق تق دارد، یعنی تق تق کرده میگردد. و این یکی از معجزه های قرآن است که پروردگار 1400 و تقریبا 50 سال پیش به ما خبر داد که همین گونه در آسمان ستاره هست. و وی چی است؟ ستاره هست و شما میدانید که بزرگی ستاره ها چندین برابر بزرگی زمین و آسمان می باشد. و پروردگار وقتی میگوید قسم به آسمان و قسم به ستاره که طارق است، و در بعضی از تفسیرها شبها تق تق میکند، یعنی شبها به نزد شما می آید و شبهای شما را روشن میکند. الله اینجا اشاره میکند به بزرگی پروردگار که ای بنده ها شما ببینید که پروردگار چگونه مخلوقات دارد. و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، ستاره که روشن میکند یا گفتیم ستاره که شبهای شما را روشن میکند. و در دومش وقتی الله قسم میخورد جواب قسمش چی است؟ این کل نفس لما علیها حافظ، هر یک نفس، هر یک انسان با خود محافظ دارند، یعنی فرشته های دارند که او را از بلا و از آفت ها نگه می دارند. در آیت دیگر الله چی میگوید؟ و این علیکم لحافظین کراما کاتبین، البته شما فرشته های محافظ خود را دارید، یعنی فرشته هایی که شما را نگه می دارند از بلاها و آنها هر کاری که شما میکنید می نویسند. و در آیت سوره رعد میگوید له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. انسان فرشته های دارد که هم از پیش هم از پشت او را از بلا و آفت ها نگه می دارند و زمانی که تقدیر یا گفتیم خواسته الله می آید آن فرشته ها آن انسان را به تقدیر رها می کنند. یعنی هر یک انسان به جز فرشته هایی که در دو کتف او عمل های او را می نویسند، عملهای ثواب و عملهای گناهی او را، باز فرشته های محافظ خود را دارد، یعنی فرشته هایی که او را نگه می دارد. از این می بینید که یک از بلندی ها بعضی ها می افتند هیچ چیز نمی شوند، بعضی ها مثلا تک و تنها در صحرا یا در جنگل یا در کوه خواب میکنن، هیچ مور و هیچ خزنده و گزنده به آنها ضرر نمی رساند. یعنی درباره این که در حقیقت فرشته ها او را نگه داشتن، فرشته های نگهبان میگویند. در این باره خیلی آیت های هم هست و در زندگی هم مشاهده می شود. و اما زمانی که تقدیر گفته الله می شود آن فرشته ها کار خود را بس می کنند و بلای یا گفتیم صدمه یا چیزی می آید. در غیر این نباید انسان از هیچ چیزی بترسد، چون پروردگار برای او فرشته های نگهبانش را خدمت گذار کرده است. امام قرطبی میگویند بدانید که فرشته هایی هستند که رزق شما و عمل های شما و اجل شما را حفظ میکنند. یعنی که به سبب آن فرشته ها یکی شاید ماشین میزد و شما در صدمه دچار میشدید، دچار نمیشوید، و یکی مال ملک شما را
دوز میبرد یا یعنی آفت چیزی میشد، اما خلل به آن نمیرسد. و چیزی دیگر این است که خواهران عزیز، هر قدری که انسان ذکرش زیاد باشد، خواندن قرآنش زیاد باشد، قلبش از کینه و عداوت و یعنی هرچی از گناههای داخلی هست پاک باشد، همون قدر او در حفظ امان پروردگار می باشد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم علل خصوص ذکر صبح و شام را چه میگویند؟ اینها قلعه های هستند که تو را نگه میدارند. و الله چه میگوید؟ بدانید که هر یکی شما اصلا تنها نیستید. یعنی این چیز را در عقیده کودکان هم جای کنیم خواهران عزیز، ترسانچکی گم می شود. حاضر یکی از مشکلی اکثریت زنها علل خصوص تا جای من میدانم زنهای قشلاق این ترس است. از جن میترسن، از سحر میترسن، کودکان زیاد هم هستن، از همه چیز میترسن. پروردگار شما را تک و تنها نمانده است. شما نه تنها در هر دو کتفتان فرشته دارید، از پیش و از پشت فرشته های دارید که همیشه در نگهبانی شما می باشند. دوامش الله میگوید فلینظر الانسان مما خلق. ای انسان، یعنی انسان باید ببیند که از چه چیز آفریده شده است. و کدام انسان؟ هر انسانی که در از نو زنده گشتن شک و شبهه دارد و هر انسانی که تکبری میکند. وای که متکبری چقدر از صفتهای رذیل است و این چونین چقدر بی انصاف هستند آنهایی که تکبر میکنند نسبت پروردگارشان. از چه چیز تکبر میکنی؟ تو از چه چیز آفریده شده ای؟ الله میگه ای آنهایی که باور ندارد بر روز قیامت، یعنی به زنده گشتن پس از مردن، و ای آنهایی که تکبر میکنید در روی زمین، به خود بیایید شما از چه چیز آفریده شده اید؟ شما که از بریلیانت و از مروارید و از یگان چیز قیمت و خیلی گران آفریده نشده اید. خلق من ماء دافق. شما از یک آب جهنده، از یک نطفه که از آن در حیات انسان حذر میکند، یعنی به بدنش رسید آن را میشوید، از همون یک آبی بقدر آفریده شده اید که آن آب با قدرت پروردگار یخرج من بین صلب و ترائب، از پشت مرد و از استخوان‌های سینه زن پیدا می شود. چگونه که شیر در وجود حیوانات پیدا می شود و ما از آن استفاده می کنیم، یا خود پیدا شوی شیر در وجود مادر یک معجزه خودش هست. پیدا شدن این آب که از آن انسان پیدا می شود و از آن یک انسانی درست به دنیا می آید یک معجزه هست از یک طرف این که انسان باید به خود آید که از چه چیز آفریده شده است که اینقدر تکبر می کند. و الله چی می گوید؟ انه علی رجعه لقادر. همان پروردگاری که انسانی که نبود از یک آبی که جهنده است و چه خیلی گفتم شما از آن حذر می کنید، از آن آب ساخت، او قادر است که پس از مرگش هم آن انسان را از نو زنده کند. یعنی پروردگار قادر است که دوباره شما را به حیات برگرداند و به خود آید و در این باره تفکر کنید. در دوامش الله میگوید یوم تبلی السرائر. همان روزی که تمام اسرارهای پنهان شما آشکار می شود. هر عملی که تو کردی در روز قیامت در پیشگاه پروردگار، عملهایی که کردی و کسی نمیدانست، خواه از عملهای ثواب باشد، صدقه های دادی که کسی نمیدانست، نمازهای پنهانی خودت را داشتی، روزه های پنهانی داشتی، عملهای خیر را داشتی که هیچ کس نمیدانست، آن روز آشکار می شود و البته پروردگار به آن پاداش می دهد. و برعکس این هر عملی که پنهانش کردی دیگران ندیدند و تو به آن مشغول بودی، علل خصوص در امروزه روزی ما چقدر عملهای پنهانی هست که ما با تلفن‌های خود به آن دست میزنیم، از خواندن پیامک و از خواندن رساله ها یا و گفتی اصطلاحی سبشنی ها شروع کرده تا لایک موندن و تا در غیبت و در مسخره و نمیدانم در یک نفر رو به آبرو کردن بچه های دست نمیزنیم. و پروردگار میگوید آن روز یعنی روز قیامت بدانید که هم کرده های پنهانی شما چه از خیر باشد چه از بد باشد آن روز آشکار می شود. پس شما به خود آید، یعنی هر کاری که کردید آن کار همین گونه
به هدر نمی رود. حتما چی بد باشد، چی خوب باشد، چی آشکار باشد، چی نهان باشد، آن در نزد پروردگار جواب یا گفتیم پاداش و جزای خود را دارد. فما له من قوت ولا ناصر. الله میگوید در روز قیامت هر انسانی که در دنیا به گناه مشغول بود، بعضی از علما مثلا امام اکرمه میگویند آن روز پادشاهان ظالم کسی آنها را نه نصرت میدهد و کسی عذاب الله را از آنها دور کرده میتواند. یعنی در این دنیا شما پیروان خود را دارید، شما نفرانی را دارید که ضررها را شاید از شما دور کنند، اما در روز قیامت به جز پروردگار نه یگان یاری رسان دارید، نه یگان پاسبان دارید که شما را از عذاب الله نجات دهد. در دوامش باز الله قسم میخورد، یعنی در اول سوره قسم خورد، بعدن باز الله قسم میخورد و السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. الله میگوید قسم به آسمانی که صاحب باران است، می رود باز با باران می آید، و قسم به زمین که شکافته می شود با باران و از آن رویده می شود سبزه ها. اینه لقول فصل. این قرآن سخن جدا کننده است. این قرآن است که بین حق و بین باطل جدا می کند. یعنی قرآن است که بین حق و بین باطل جدا می کند. و ما هو بالهزل. و این شوخی نیست، یعنی شریعت الله، کتاب الله، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم شوخی یا گپ‌های بیهوده نیست. این قول حق است که بین حق و باطل جدا می کند. اینهم یکیدون کیدا. آنها کافران و دشمنان اسلام حیله و نیرنگ میکنند. با حیله و نیرنگ خود میخواهند به اسلام ضربه زنند، میخواهند به دعوتگران راه اسلام ضربه زنند، میخواستند در زمانش به پیامبر ضربه زنند. الله میگوید ای اهل حق، ای آنهایی که در راه الله هستید، بدانید که هرچی دشمنان حیله و نیرنگ کنند شما تنها نیستید. و اکید و کیده. این من هستم که به نیرنگ آنها، به حیله آنها حیله دارم. یعنی هر باره که هر دشمن اسلام میخواهد پیش راه اسلام را بگیرد، میخواهد مسلمانان را نابود کند، میخواهد تحقیر اهل اسلام و اهل حق کند، میخواهد اسلام را به اسلام ضربه بزند، شما ای مسلمانان بدانید که اینجا صاحب این دین، صاحب این زمین، صاحب این کائنات پروردگار یگانه به هر نیرنگ آنها نیرنگ دارد، به هر حیله آنها حیله دارد. یعنی این یک چی هست؟ یک دلبرداری هست، یا گفتیم قوت دادن به قلب مؤمنان است که اصلا از حیله و نیرنگ دشمنان اسلام و دشمنان الله نترسید. شما پروردگار دارد که بر حیله آنها حیله خود را دارد. یکی میبینید مثل بشار اسدی ویروزه دیگر پریشان و سرسان، ترسو، هراسان گریخته می رود. یکی شما بیخبر هستید دشمنان اسلام هستند که هر چی ضربه میزنند ضربه به خودشان برمیگردد. یک بیماری فرزند، یک بیماری همسر، یک نابسامانی و عموما ناآرامش در داخل خانه هایشان. هر کسی که میخواهد نیرنگ و حیله بر دین الله کند، صاحب این دین نیرنگ و حیله او را به او برمیگرداند. و اکید و کیده. و در آخران آیت الله میگوید فمهل الکافرین امهلهم رویدا. ای پیامبر، تو برای عذاب آمدن و هلاک شدن کافران شتاب نکن، به آنها مهلت ده، یک وقت ده، خیلی نزدیک من جزای آنها را میدهم. یعنی برای آنها یک مهلت ده، یک و یک باره نه. به نزدیکی در بعضی تفسیرها آمده است که من کم کم بالای آنها عذاب میفرستم. در بعضی از تفسیرها آمده است که یکی برای آنها
فراغ دستی و آسایشتگی می آرم. سپس یک و یک باره آنها را از جای می گیرم، از جای به سرشان بلا می آرم که دیگر آن آخر ندارد. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. این قانون الله در روی زمین است. یعنی بعضی از کافران و ظالمان زود جزای خود را می گیرند، اما بعضی دیگر فرعون و امثال فرعون و ظالمان مانند ابو جهل و ابو لهب هستند که آنها مدت در زمین هستند و بعداً پروردگار چنان بلای بالای سر آنها می آید. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. می گوید الله از جای بالای سرشان بلا می آید که دیگر هیچ راه گریز از آن ندارند. این بود خواهران عزیز، الحمدلله پایان سوره طارق. خیلی گفتم آخران جلد تفسیر امام قرطبی را امروز جلد 20 خطا نکنم به پایان رسیدیم. پروردگار عمل کردن را برای ما نصیب کند. الان می توانید سوال ها رو بدهید.